به نام نامی یزدان سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان کانال بهدان. امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. تو این کلیپ میخوام به آموزش کار با آمالگاماتور و یا آشنایی با دستگاه آمالگاماتور فرق نمیکنه براتون داشته باشم. این کلیپ برای بچهای مهندسی پزشکی، دانشجوی مهندسی پزشکی و دستیارای دندان پزشکی خیلی مفیده و دوستانی هم که دوره های وارستگان رو دارن طی میکنن براشون خیلی مفید هست این کلیپ. خب ببینین اصلا آمالگام چیه؟ آمالگام به حساب اگه شنیده باشین توی مطب های دندان پزشکی برای پر کردن دندان های پوسیده استفاده میشه که پر کردن دو مدل هست، یکی با کامپوزیت یکی هم با آمالگام، که آمالگام رو ترکیب جیوه و پودر آمالگام هست. ترکیب جیوه و پودر آمالگام به این صورتی که حالا دستگاه قدیمی تر به اسم آمالگاماتور پودری توی بازار بودن که به حساب توی ساخت آمالگام، ماده آمالگام حتما باید جیوه مایع که توی مخزن و پودر آمالگام تو مخزن دیگه میریختن و اینها رو ترکیب میکردن و تعداد واحدی که دکتر نیاز داشت برای پر کردن دندون رو با این دستگاه آمالگاماتور پودری میساختن و در قسمت پایین ماده آمالگامی که به حساب ساخته میشد رو به پزشک میداد و میتونست کارش رو انجام بده. اما با گذشت زمان دیگه این دستگاه آمالگاماتور پودری منسوخ شد و دیگه به ندرت توی مطب‌ها استفاده میشه. الان جدیدن از دستگاه آمالگاماتور کپسولی استفاده میکنن. دستگاه آمالگاماتور کپسولی دیگه اون نیاز به ریختن جیوه مایع و پودر آمالگام رو نداره. یه سری شرکت های سازنده اومدن و به شکل کپسول های آمالگام اینا رو ساختن به این صورت که هر میزانی که خواسته باشه، 1 واحدی، 2 واحدی، 3 واحدی و 5 واحدی، توی این کپسول ها نسبت جیوه و پودر آمالگام رو میکس کردن و با دستگاه آمالگاماتور این میکس انجام میشه و ماده ای که حاصل میشه رو به عنوان ماده آمالگام میدن به دندان پزشک و فرآیند پر کردن رو انجام میده. دستگاه آمالگاماتور کپسولی هم توی بازار شکل و شمایل این شکلی داره. شکل و شمایل ساده هستش، کابل برق و دکمه پاور برای روشن خاموش کردن که من دستگاه روشن میکنم و تایمری که روی دستگاه هستش و در نهایت شروع کردن به کار میکس کردن که با این بالا پایین کردن تایم آمالگاماتور شما میتونید تایم رو بالا پایین کنین و عملیات میکس رو انجام بده. الان مثلا داره عملیات میکس رو انجام میده، به محض که حالا در آمالگاماتور باز بشه حین کار، چون میکس رو سویچ قطع کن داره، سریع به خاطر امنیت کار فرآیند میکس رو متوقف میکنه و دوباره اگر میکس رو انجام بدیم تا تایمش تمام بشه این فرآیند میکس رو انجام میده. برای میکس کردن مواد آمالگام توی این هر کدوم از این کپسول ها جیوه و پودر آمالگام هست. پودر آمالگام من ترکیبی که توش هست نقره، روی و نیکل هست که با جیوهی که داخل این کپسول هست داخل این هولدر که شما قرار بدین در آمالگاماتور که بندین و پلی کنین، این عملیات میکس انجام میشه و پایان عملیات میکس شما باز کردن در کپسول و ریختن داخل این گوده های دندان پزشکی که به صورت سرامیکی و شیشه‌ای توی بازار موجود هست، ماده آمالگام رو میریزین و با آمالگام کریر این به حساب آمالگام رو برمی‌دارن و به پزشک میدن و فرآیند پر کردن رو انجام میده. پزشک هم با قلم های ترمیمی که در اختیارش قرار داره این مواد آمالگام رو روی دندون میذاره و فرآیند پر کردن رو انجام میده.
کپسول های آمالگام هم در بازار دو مدل هست. یه مدل به این صورته، یه مدل هست به صورت فشاریه که اول باید اینا رو فشار بدیم و بعد داخل دستگاه آمالگاماتور قرار بدیم. که این کپسول های فشاری هم یه پانچ هایی داره که برای فشار دادن این ضامن کپسول های آمالگام کار رو براتون راحت تر میکنه. به محض اینکه فشار بدیم شما باید سریعا داخل دستگاه آمالگاماتور بذاریم و عملیات میکس رو انجام بدیم و با باز کردن کپسول آمالگام اون رو در اختیار دندانپزشک قرار بدیم. آمالگاماتور دیگه هم تو بازار هستن که ترکیب پودری و کپسولی هستن که به اونا میگن آمالگاماتورهای دو کاره، اما بیشترین آمالگاماتوری که در بازار هست همین آمالگاماتور کپسولی هستش، تک کاره کپسولی. و این آمالگاماتور پودری هم دیگه منسوخ شده و در مطب‌ها استفاده نمیشه. اگر هم سوالی داشتین در این زمینه میتونین با شماره هایی که در داخل کپشن گذاشتم حتما تماس بگیرین. اگر از یوتیوب و یا آپارات ما رو مشاهده میکنین، اگر براتون مفید بود برای دوستان و همکاران خودتون بفرستین، ما رو لایک کنین و بتونین براتون کلیپ های بیشتری رو در نظر داشته باشین. خدا یار و نگهدارتون.